بفرمایید. سلام. ماشاءالله. سلام، من محسن کیایی هستم. اینجا شبکه نسیم، برنامه 1001، برنامه برای همه مردم ایران. ما هر شب در این برنامه در مورد یک عدد صحبت میکنیم و یک سری داستان در مورد اون عدد میگیم. امروز قسمت ششم برنامه ماست و عدد ما عدد 6 و از رنگ لباسهای شما معلومه که ما میخوایم راجع به خودم خیلی خوشحالم میخوایم در مورد پرسپولیس صحبت کنیم. یه تشویق اساسی. بله، عدد 6 و 6 خاطر انگیز. به خاطر همین موضوع میخوام بشمرم، اگه آماده باشین یه تشویق اساسی پرسپولیسی بکنیم که استودیوی ما بلرزه. حاضرین؟ 1001 من با اینا هماهنگ شدم ولی با موزیکمون هنوز هماهنگ نشدم. هر موقع من موزیک این کار میکنم قطع نمیشه، ولی شما یه اینجوری کردم قطع شدین. آفرین، پرسپولیسیا همشون باهوشن. میبینین؟ نمیشه، امکان نداره بشه. خیلی خوب، مهمونای پرسپولیسی داریم، میخوایم دعوتشون کنیم، باشون حرف بزنیم، گپ بزنیم. بخشای متفاوتی داریم. تازه برنامه شروع شده، میخوام با انرژی کنار همدیگه باشیم. میریم تا برنامه رو با همدیگه شروع کنیم. یه تشویق اساسی. پرسپولیس، دانه های برف، کندوی عسل، اولین دندان، کریم باقری، تعداد پای حشرات، کارگو، پنجشنبه، نخستین عدد کامل ریاضی، تعداد بازیکن‌های والیبال، حس ششم، کوتاه‌ترین داستان جهان و 6 ضلعی. یا به قول حافظ، فریاد که از 6 جهتم راه ببستند، آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت. 6 تا مدال طلای المپیک 2004 مایکل فلپس دور گردنم نشسته. حواس شیشگانم هم جمع کردم که موقع مصاحبه 6 نزنه، ولی زنگ ساعت 6 میخوره و از خواب میپرم. باید برم باشگاه که 6 تیکه شکمو در بیارم. بعدش هم میرم سر کار. واسه نهار 6 سیخ جیگر سفارش میدم که دلی از عزا در بیارم. عصر دوباره میرم خونه، تنهایی، خودم، که شاید 6 سال بعد بتونم با اون دوستی که حضرت حافظ حرفشو زد بریم زیر یک سقف که از 6 دنگ یه دنگش هم به اسم ما نیست. ولی باز ما اینقدر امید داریم که بچه‌مون 6 ماهه به دنیا میاد که کلاس 6 نهایت برامون املا بگیره 6. البته از اونجایی که بهتون گفتم ما آدمای خوشبینی هستیم، در عوض نمره افتضاح فرزند دلبندمون به این فکر میکنیم که تو لهستان 6 بالاترین نمره است. وقتی من پرسپولیسی باشم 6 واسم میشه محبوب ترین عدد عالم. پس دوستای استقلالی، مراقب پخش شدن فیلم 6 تایی باش. برنامه ششم 1001 و تا اینجا حتما و قطعا متوجه شدین که ما هر شب بازی دبل‌نا میکنیم و 200 میلیون تومان هر شب جایزه میدیم. 100 میلیون تومانش رو میدیم به یک نفر اولی که برنده میشه و به 10 نفر بعدی هر کدوم 10 میلیون تومان جایزه میدیم. جایزه رو کی میده؟ تپسی. بله، شما میتونین همین حالا برید داخل سوپر اپلیکیشن تپسی و بازی دبرنا رو انجام بدین. اونایی که سوپر اپلیکیشن تپسی رو ندارن میتونن با فرستادن عدد 5 به 30016 دریافت بکنن، نصبش بکنن و اونایی هم که خب دارن این اپلیکیشن رو دارن اما این آیکون بازی دبل‌نا رو ندارن، به روز رسانی بکنن میاد. وقتی روی بازی بزنید صفحه بعدی میاد و شما اینجا میتونید
این رو بزنید، یک کارت دریافت میکنید که یک سری اعداد روشه. من هر شب اینجا اعداد رو میخونم. اون کسی که زودتر توی خونه عددهای کارتش کامل بشه، اولین نفر 100 میلیون تومان و 10 نفر بعدی هر کدوم 10 میلیون تومان برنده میشن. پس یادتون نره همین حالا شروع کنیم به بازی کردن. خیلی خوب. قبلا براتون گفتم که اینجا برنامه 1001 و ما داریم در مورد عدد 6 صحبت میکنیم و چی بهتر از این که وقتی داری در مورد عدد 6 صحبت میکنی همه پرسپولیسی باشن و همه یاد و خاطره اون 6 تا رو تو ذهنشون تازه کنن. چقدر عالی، چقدر جذاب، چقدر خوشحال کننده. و منم که خب میدونین عدد شانس هم قبلا هم گفتم تو برنامه اول 6 ساعت 6 صبح به دنیا اومدم. همه 6 رو با هم ردیف کردم کنار هم دیگه. یکی از معضلاتی که من دارم میدونید چیه؟ یعنی اصلا یکی از معضلات طرفداری میدونید چیه؟ اینه که شما بچه داری و نگران این باشه که بچت مخالف تو باشه. مثلا من پرسپولیسی ام، بچه‌م بشه استقلالی. وای وای وای، چه اتفاقی میفته؟ مثلا نشستی داری فوتبال نگاه میکنی، بعد تیمت گل میخوره، بچه میپره، تو نمیدونی بچه رو باید بندازی بیرون یا همینجا فقط تحملش بکنی. بس به خاطر همین موضوع ازتون خواهش میکنم بچه که به دنیا اومد از همون اول رو مخش کار کنین. اگه پرسپولیسین حتما یه کاری کنی که کیایی کیایی کیایی. سلام علیکم. سلام علیکم. تو چرا اجازه نمیگیری میای تو؟ اجازه چی بگیرم آخه؟ همینجوری یه هوی سرتو میندازی میای تو. اجازه میدیم بیام تو؟ بیا تو. بیا. کجا؟ همینجا باید وایسی؟ همینجا. آره. خب بگو ببینم چی شده؟ من اولین پیامو بخونم چون خیلی تعداد پیام‌ها زیاده. آقای شهاب الدین از خور و بیابانک گفتن بهتره چون بچه تا 10 سالگی تحت تاثیر والدین قرار داره اصلا ندونه تیمی به اسم استقلال وجود داره اصلا. خب صبر کن، نمیشه که اینجوری که. چرا نمیشه؟ نمیشه. در این دوره‌ای که همه اخبار و اطلاعات همینجوری داره پخش میشه تو نمیتونی بگی بچه به بچه بگی که استقلال وجود نداره. آقای ساسان قهرمانی از تربت حیدریه به آقای امیر عرب از تربت جام سلام رسوندن. همین تو برنامه ما ادامهش نوشتن که به شدت مخالف تنبیه هستن ولی از تهدید با قاشق فلفل اصلا غافل نشین. تهدید؟ بله. یعنی بچه اگر خواست استقلالی بشه با قاشق و فلفل این کار میکنه. چه کاریه اصلا؟ همین الان اتحادیه فلفل سیاه فروشان که به تازگی از اتحادیه فلفل قرمز فروشان جدا شدن. اتحادیه دارن؟ بله. فلفل قرمز و فلفل سیاه هر کدوم یه اتحادیه خاصه با دیوار جدا شدن. گفتن زشته آقای کیایی که از فلفل برای تنبیه استفاده میکنی. من چه استفاده کردم؟ بالاخره گفتن. الان آقای مصطفی کاف خب از تهران بله گفتن بهتر ارتباط با دوستان و فامیل‌های استقلالی رو کلاً قطع کنیم که بچه نتونه تاثیر بگیره. این نظریه چقدر برای من آشناست. مثلا یه وقتی یه نفر به اسم مصطفی کاف گفته باشه. اینو کاملا آشناست برای من این نظریه که با فامیل قطع رابطه کنین که بچه‌تون استقلالی نشه. خب آقای مرجان و فامیلیشون مرجان. فامیلیشون از میسیسیپی. ما خوشبختانه بیننده خارجی هم داریم. بله میسیسیپی. گفتن چرا به بچه حق انتخاب ندیم، بذاریم خودش انتخاب کنه. این بهترین راهه به نظر من. البته ادامه دادن گفتن بچه باید خودش انتخاب کنه که کلا میخواد فوتبال ببینه یا پرسپولیسی باشه. یک کدومش. یعنی اگه فوتبال پرسپولیسی. آقای ایمان زاهد از ایرلند آقای ایمان زاهد از ایرلند پیام دادن گفتن که از آقای کیایی بپرسید تو 10 دقیقه چه کارهایی میشه کرد. قطعا 3 تا گل نمیشه زد. آقای ف اسماعیلی اسمشون نخواستم فاش بشه. ف اسماعیلی گفتن توپ من اینجا نیست. چرا اتفاقا من همین چند روز پیش دیدم یه توپی داره میره. همونه حتما. احتمالاً.
آقای چیچاریتو از مکزیک گفتن که یه موج میخوام. خارجی هم هست بله. یعنی از خارج که SMS داده پیام داده بله. خودش هم خارجیه. بله. میفهمه ما من چی. یه موج میخوام ازتون. آها موج مکزیکی. میتونیم بریم؟ موج مکزیکی. آره بریم. از اونجا باید بریم. از 6 معکوس بشماریم. 6 5 4 3 2 1 آقای چیچاریتو گفتن ممنونم. آقای چیچاریتو گفتن ممنونم. خیلی متشکرم. خیلی یه ممنون. نفر فقط گفته که شعار پرسپولیس زلزله محبوب هرچی دله رو همه با هم بگن. گفتن منم باشم. خیلی ممنونم. خیلی بخش جالبی بود. ما هم این پیام ها رو خوندیم. میریم یه بخش از برنامه رو ببینیم، دوباره برمیگردیم. خودتون رو تشویق بکنید لطفا. بازی دبلان بازی مورد علاقه همه ما دهه 60 بود. بعد از اینکه سریال اوشین شبای جمعه تمام میشد، همه دور هم جمع شدن گفتن چیکار کنیم؟ گفتن بازی دبلان انجام بدیم. حالا چی بود که همه دوست داشتن این بازی رو انجام بدن و برای همه جذاب بود؟ به خاطر اینکه همه از پدربزرگا تا نوه‌ها میتونستن تو این بازی شرکت بکنن. میخوام قوانین بازی رو یه بار براتون توضیح بدم، به خاطر اینکه شاید یه سری اصلا این بازی رو نکرده باشن یا اینکه اصلا یادشون رفته باشه. یه دونه کیسه بود که توی این کیسه از عدد 1 تا 90 روی گویی ها نوشته شده بود. یه نفر از توی کیسه این اعداد رو در می آورد. توی این برنامه من این کار رو انجام میدم. قبل از اینکه این گویا از توی کیسه در بیاد، بین همه یه کارتی تقسیم میشد که توی این کارت یه سری عدد نوشته شده بود و هر کسی که اون عددی که خونده میشد رو داشت یه لوبیا روش میذاشت و هر کسی که کارتش زودتر پر میشد برنده بازی میشد. حالا بازی که ما توی این برنامه میکنیم هیچ فرقی با اون بازی قدیمی نداره، فقط یه فرق کوچیک داره و اونم اینه که کارت ها برای شما در این برنامه توی موبایلتون فرستاده میشه و اعدادی رو که من میخونم اگر داشته باشید کافیه فقط روش لمس بکنید و هر کسی که کارتش زودتر پر بشه برنده بازی میشه. همین. بسیار عالی. اومدیم برای اینکه اولین 10 عدد بازی دبلنا رو بخونیم. لطفاً اونایی که تو خونه هستن وارد اپلیکیشن بشن. یک کاغذ و قلم کنار خودتون داشته باشین که یه وقت اشتباه نکنین. عدد اول براتون میخونم. 9. عدد دوم 22. عدد سوم 5. هفتاد و 5. 32. 60. 6 داشت. 30. 40 و دو عدد آخر 64 و 6. بسیار عالی. خیلی ممنون. لحظه ای رسید که میخوام دعوت بکنم از بازیکنای تیم محبوب پرسپولیس که به ما بپیوندن و بتونیم ادامه برنامه رو یه گفتگو خیلی جالبی داشته باشیم. دعوت میکنم از بازیکن شماره 20 بهروز رهبری فرد.
خیلی مخلصم داداش. بسیار عالی. دعوت میکنم از بازیکن شماره 4 سید جلال حسینی. دعوت میکنم از بازیکن شماره 7 سروش رفیع. دعوت میکنم از بازیکن شماره 8 مرتضی پورعلی گنجی. بفهمید خواهش میکنم. بفهمید من میام اونجا خدمت شما. به به بفرمایید. خیلی عالی. من خودم وقتی چیو میخونی بهروز جان؟ اینا برای منه. اینا برای من، شما نمیتونی بخونی. من خودم وقتی تو استادیوم بودم و منم طرفدار پرسپولیس بودم، همیشه تو استادیوم‌ها میرفتم این شعرها رو که میشنیدم و باهاشون میخوندم، خب برای من خیلی خاطره خیلی جذابیه. طرفدار بودم، همیشه طرفدار همتون بودم و کیف میکردم از فوتبالی که بازی میکردین و الان دارین بازی میکنین. آقای سروش، من خیلی بازی تو رو دوست دارم. اینو جدی دارم میگم. ما کمتر هافکی داریم اینقدر تک ضرب خوب پاس بده، یعنی بدون نگاه کردن. من بازی‌ها رو قشنگ دقت میکنم، نگاه میکنم، اینقدر سرضرب و خوب و بدون مکس. من خیلی دوست دارم بازی تو. لطف دارید شما. سید حالا اینجوری نگاهی من میکنه، همیشه هم من شاکر، میگن تو اتفاقا زیاد توپو نگه می‌داری، ولی خب موقعیتش پیش بیاد. الان با مرتضی بیرون داشتیم بحث همینو می‌کردیم، میگفتیم یکی از مشکلات ما این زمیناییه که توش بازی می‌کنیم که واقعا اگر کیفیتشون بهتر باشه خیلی بهتر میتونیم اون یه ضرب دو ضربایی که شما دوست داری تو به نمایش بذاریم. در واقع میخوام بدونم که خود شماها طرفدار کدوم تیم بودین در نوجوانی؟ این برام خیلی مهمه. من اینجوری شکل گرفت فوتبالم که وقتی که 8-9 سالم بود آقای افشین پیروانی یه مدرسه فوتبال تأسیس کردن توی شیراز. شما شیرازی؟ بله دیگه. و من تقریبا از اون تایم اونجا بودم و جز اون بازیکنایی بودم که هر زمانی که تیم پرسپولیس می اومد شیراز شب قبل توی هتلشون بودم. یعنی دقیقاً این صحنه رو یادم. خدا بیامرز علی انصاریان و حامد کاویانپور هم اتاق بودن. افشین خان منو میبرد داخل اتاقاشون، عکس میگرفتم. کلی از این امضاها و عکس‌ها و اینا رو دارم هنوز. مزاحم می‌شدن. من یادم آقا بهروز اون موقع میومدن، زمانی بود که هنوز آقای عابدزاده بازی میکردن تو اون تایم. عکس‌هاشو دارم، وقتی باشون میرفتم توی زمین میدیدم. آقا بهروز هم همیشه از این ما دقت میکردیم هرچی این کفشای جدید میومد و رنگی بود و بشه سری. آره اینا کفشو من می‌خریدم، همیشه هرچی کفش جدید میومد آقا من همیشه حواسم به این چیزا بود. و فقط کفش برات مهم بود دیگه. آره
چون خوبم تکت میرفتی میزدی همه رو. نه می‌خواستم بگم مثلا من آرومم، این کفشا مقصرم. آقا بهروز همیشه تو زمین مشخص بود. یا یه چیزی رو دستش بود یا کفشش برق میزد یه حالت. یادش بازیکن مقابل رو میزد. یعنی اینا نه من به خدا آزارم به مورچه‌ام نرسید. حالا من نمیخوام باز کنم ماجراها رو، ولی اون بازی پرسپولیس استقلال نمیخوام راجعش حرف بزنم. من این موضوع رو یه جای دیگه هم قبلا در موردش صحبت کردم. من فکر میکنم که هر فوتبالیستی که توی ایران به یک سطح بالا، سطح اول میرسه، دوست داره توی یکی از این دوتا تیم بازی کنه، یا پرسپولیس یا استقلال. اعتقاد خود من اینه که اگر توی این تیم ها میخواید بازی کنید باید دلتون بخواد برای این تیم ها بازی کنید، چون اینقدر توی این تیم ها هم استقلال هم پرسپولیس شما از لحاظ روانی، از لحاظ فضای بیرونی، الان از لحاظ فضای مجازی بسیار تحت فشارید. اینقدر یه برد و یه باخت میتونه تأثیر توی زندگیتون بذاره که اگر عاشق این تیم نباشید، اگه واقعا دلتون نخواد برای این مردم و برای این تیم بازی کنید، خیلی زود میبرید. دقیقاً درست. و باید اون عشق و علاقه باشه که به شما این توانو بده که بتونید کار کنید. و خدا رو شکر میکنم که واقعا با عشق و علاقه‌ام به این تیم اومدم. فکر میکنم جز معدود بازیکناییم که 3 بار رفتم و دوباره اومدم. این به نظرم خیلی روش درستیه، صادقانه برخورد کردن با تماشاگر. قطعاً صداقت همیشه و همه جا برنده است. شاید یک جاهایی تو کوتاه مدت به ضرر شما هم بشه، ولی در نهایت صداقت برنده است و مردم ما مخصوصاً هوادارا اینو خیلی خوب درک میکنن. آقا سید، شما همین الان بخوای یه بازیکنی رو در فوتبال در پست خودت بگی که همیشه بهش نگاه میکردی، دوست داشتی مثل اون فوتبال بازی کنی، برات یه انگیزه بوده همیشه، کی بوده تو پست خودت؟ داخلی یا خارجی؟ هم داخلی رو بگو هم خارجی. من خارجی که خب من واقعا طرفدار میلان بودم. قربون یه بغلت کنم. منم میلانیم. اصلا علاقه به 10 برابر شد به قرآن. من واقعا مالدینی واقعا دوست داشتم. وای این واقعا مگه داریم بهتر از میلان؟ داخلی هم خب خیلی زیاد هستن. حالا هم مرتضی اینجا نشسته. میخوام به قبل از خودت بگی ها، به قبل از خودت، یعنی دیگه آقا بهروز، آقا مهدی، هاشمی نسب، همه قبلی ها واقعا میدونم خیلی خوب بودن. یعنی یه زمانی خب فوتبال مثل الان نبودش. حالا سروش گفت زمینا، اون زمان اصلا همه زمینا نابود بود، کچل بود همه زمینا. دقیقاً. و فشار تمرینات خیلی بیشتر بود، امکانات خیلی کمتر بود، ولی خب دفاع خوبی هم داشتیم چون بیشتر درگیری بود. هر کس هم که مثل آقا بهروز و درگیر می‌شدن. آره یه نسل قبل‌تر از بهروز جان و اینا، مثلا من خیلی بازی آقای پنجلی رو دوست داشتم، فوتبالش رو که نگاه می‌کردم، دفاع آخر شماره 5 هم می‌پوشید، خیلی خوب، خیلی دفاع خوبی بود واقعا. خیلی. خودت چی بهروز جان؟ من سید جلال بود. نه قبل از خودت. من همیشه آخه به آینده نگاه می‌کردم، به عقب نگاه نمی‌کردم. نه خدا شاهد، حالا من نمیخوام چیز کنم، ولی سید یکی از بهترین دفاع تاریخ ایرانه. آقای پنجلی، ما دفاعمون خدا شاهده فوتبال ایران دفاعی همیشه خوبی داشتن. حتی آقا سروشنا هافبک‌های خوبی هم داشتن، فورواردای خوبی هم داشتن. کلا همه. ولی خب آقای پنجلی شما گفتید اصلا یه فوتبالش یه جوری بود که واقعا میتونست الگوی خوبی برای ما باشه. من خیلی دوست داشتم. تو خارجی هم که رفیق اون دیگه کاستا کورتا دیگه میلانی هم بود دیگه. شما هم که میلانی، عاشق میلانم من. ایتالیا میلان. مرتضی شما چی تو پست خودت؟ بیرون از ایران من راموس رو خیلی دوست داشتم و دارم، هنوزم فکر میکنم فوتبالشو یعنی تمام نکرده. و تو ایران هم آقا سید رو من همیشه گفتم، چون برای من یه سری معیارها مثلا واسه انتخاب بازیکن هست، بحث کاپیتان بودن تو زمین، بحث برخورد بیرون زمین، بحث شخصیت کلی، هم داخل زمین هم بیرون زمین. آقا سید جزو کسایی بودن که چون من سنم یه جوریه که قبلتر از آقا سید رو ندیدم. سروشان شما بگو. من خودم تا از جایی که دیگه بیشتر با دقت‌تر فوتبال رو نگاه می‌کردم، در واقع الگو برداری می‌کردم، اینیستا رو خیلی دوست داشتم. شما وقتی فوتبال بازی می‌کنید توی زمین، معلومه تو بارسایی این رئالیه ها، نه قیافه‌تون قشنگ معلومه. ما کری هم زیاد می‌خونیم با هم. منم بارسایی ام، طرف تو. آره اینیستا رو خیلی دوست داشتم. و خب ما تو فوتبالیستای ایرانی
من آقای محرم نویدکیا رو خیلی دوست داشتم، توی تایم فوتبالشون رو میدیدم. چقدر آدم با شخصیتی هم افتخار اینو داشتم، هم روبروشون بازی کردم، هم 2 سال شاگردشون بودم و بسیار بسیار هم با شخصیتن، هم یک آرامش و صبوری بیش از حدی دارن که من فکر نمی‌کردم با یک مربی کار کنم که اینقدر صبور باشه. قشنگترین شعاری که تا حالا شنیدی از تماشاگرها چی بوده در مورد خودت؟ خیلی بوده، ولی خب اون چرا میخندی؟ خب چی بوده؟ خب بیشتر خب منو با همون بهروز کاستاکورتا دیگه صدا می‌کردن دیگه. اونا دوست داشتی؟ مرسی، خیلی ممنون. مرتضی شما چی؟ چیزی که تو استادیوم میشنوی حالت خوب میشه چیه؟ پرسپولیس و قهرمان، همیشه قهرمان. همونی که میگه پرسپولیس قهرمان میشه، خدا قهرمان میدونه که حق میشه. دقیقاً. به لطفی از اون تایمی که آقا کریمم بعد قهرمانی خون خیلی بهم چسبید. مرسی، خیلی ممنونم. سه شما چی؟ در مورد شما چی تو استادیوم میخوندن خیلی خوشت میومد؟ من خودم که این شعر رو دوست دارم. اینو دوست دارم. جو استادیوم واقعا این خیلی لذت بخشه، مخصوصا بازی حساس خیلی جذاب میکنه، یه حس خیلی خوب به بازیکن میده. اینو خیلی دوست دارم و اونی که همون سید جلال با تعصبم که میگفتن حالا اونم که کامل میکرد. یه دونه مرسی. خیلی ممنون. شما چی سروش جان؟ من از بازی فکر میکنم دوم یا سومی بود که فکر میکنم سومی بود که برای پرسپولیس بازی میکردم. اولین بازی که برای پرسپولیس بازی کردم نیم فصل اومدم، روبرو سایپا بود، بعدش یه بازی بیرون داشتیم و بازی سوم با تراکتور توی آزادی بود که خب با یه عشق و علاقه اومدم و شماره 7 رو پوشیدم. قبل از اونم دقیقاً زمانی که می‌خواستم قرارداد ببندم تماس گرفتم با آقای پروین، رخصت گرفتم ازشون. به هر حال ایشون بزرگ پرسپولیس بودن و 7 پرسپولیس همیشه به نام ایشون مونده بود و بچه‌ها لطف کردن، هوادارا یک شعری رو برای من خوندن. خیلی اون روز تحت تاثیر قرار گرفتم، تا امروز هم همیشه محبت دارن به منو میخونن و خیلی انرژی خوبی بهم میده. خیلی ممنون. آفرین. ببین قشنگ معلوم اومدی تو کار ما ها، یعنی اومدی تو حرفه ما، قشنگ بروز مشخصه که یه لحظه یادت رفت اینجوری. خیلی خب. کدوم فوروارد رو مخت بوده اذیتت کرده خیلی زیاد؟ آیه پایان رفعت بود که خیلی حس سختی بود، یه روز خیلی سختی بودش. خب خیلی ماشاءالله گنده بود، باور کنید. منم تازه منم خب جوون بودم، خیلی کار سختی بودش. نگه داشتن. بعدش هم هی با دست نگه می‌داشت، نمیتونستیم بپریم، نمیتونستیم کاری. من فکر کنم یکی از روزهای خیلی سختم بود و روزهای بدم بود. بعد اون هی فکر می‌کردم خب دیگه با این شرایط نمیتونم خیلی راحت مقابل فوروارد بازی کنم. اون روز خیلی روز سختی بود، خیلی پشیمون میشد. دقیقاً چه فوتبالیه مثلا نمیخوام. آره خیلی سخته واقعا مقابل پایان رفع یه آدمی که خیلی قدرتمند. و شما خودت چی؟ منم پایان رفع. واقعا تو تمرین دیگه. آره دیگه. چون تو بازی‌ها که خیلی کسی نبود. نه نه بودن، همه ماشاءالله خوب بودن، ولی خب پایان تو تمرین یه ذره همینجوری. آقا پایان رفع تمرین ول کن. چقدر تو کری میخونی؟ یه بازیکن بگو که غیر از پرسپولیس مقابل بازی کرده خیلی سخت بوده، اسم یه نفر رو بگو. مقابلم بازی کرده سخت بوده. خوبن همه مهاجما. بابا ببین عجب. می‌بینی آدریانو مهاجم بود که استقلال خوزستان آوردش، خیلی مهاجم خوبی بود ماشاءالله، اینقدر گردن داشت. یعنی من و افشین پیروانی و علی انصاریان و مهدی هاشمی هر کدوم تو زمین بودیم چیز میاد آمدم هم کمکش میاد که مثلا امروز کی اینو بگیره، نمیشد بگی. خیلی
چیز بود، تنومند بود، بعد میزد. اون خیلی خوب بود. آدریانو. شما چی مرتضی؟ حالا یه بازی بود ما تیم ملی دقیقاً فکر کنم 6-7 سال پیش من چین بودم، کتفم هم در رفته بود، بعد بازی با سوئد زلاتان. من اومدم به علی بیرامن گفتم که علی من جوونم، رو سرش 2-3 تا سر بزنم 100 اروپام. رفتیم تو زمین، انقدر سفت و سخت بود، نیمه اول یه گل زد، یه پاس گل، با هم تعویض شدیم. رفتن آواسیه تو زمین بودی شما درسته؟ بعد خیلی سفت و سخت بود، یعنی اصلا هیچ جوره نمیشد بگیریش، هم رو زمینش خیلی خوب بود، هم رو هواش خوب سر میزد. اون بیرون هم خوبه، بیرون تو مصاحبه‌هاش هم خیلی آدم باحالیه. نیمه دوم اومدیم بیرون، قشنگ خودش هم اومد بیرون که فکر کنم بازی رو 3-1 باختیم. اون خیلی قوی بود. کی گریه‌تو در آورده خیلی اذیتت کرده تو زمین؟ تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه همیشه تو بازیای مثلا داخلی آندو خیلی همیشه اذیت کننده بود بازی کردن جلوش، و این اواخرم سال گذشته یه هافک دفاعی النصر عربستان داره الان هم بازی میکنه، بروزوویچ، واقعا جز اون هافکایی بود که اذیتمون کرد. بروزوویچ بله خاطرم هست. خب ما بریم یه بخش از برنامه رو ببینیم، برگردیم میخوام با همدیگه یه مسابقه خیلی جذابی رو انجام بدیم، 4 تایی که کیف کنیم با همدیگه. تشویق کنین دوستانمون. بسیار عالی، اومدم 10 تای دوم رو براتون بخونم. لطفاً عدد اشتباهی نزنین، نخواین زرنگی کنین چون برنامه بازی براتون قفل میشه. 33 45 16 42 76 34 29 18 14 و آخرین عدد 53. میریم برمیگردیم برای 10 تای بعدی. من به خاطر علیرضا حقیقی، به خاطر مدل موهاش. من اولین فوتبالی که تو زندگیم دیدم بازی پرسپولیس بود و یه تیم دیگه که الان یادم نیست کدوم تیم بود، ولی خاطرم پرسپولیس برد. انتخابی نبود، اجباری بود. آبجین فشار آورد. کدوم باشگاهی اینقدر ستاره داشته آخه؟ کریم باقری، طارمی، حمید استیلی. همه خانواده‌ام استقلالی بودن، منم لش کردم پرسپولیسی شدم. من با گلیاپوش طرفدار پرسپولیس شدم. بچه که بودم عموم گفت اگه پرسپولیسی بشی میری جام جهانی. اسپانیا آقا، اسپانیا منو پرسپولیسی کرد. ما کلا یه دونه پیرن ورزشی تو خونه داشتیم، اونم پرسپولیس بود. منم پوشیدم دیگه پرسپولیسی شدم. من از اون موقعی پرسپولیسی شدم که تو 10 دقیقه 3 تا گل زدم. نامزدم پرسپولیسی بود، برای اینکه خودم تو دلش جا کنم منم پرسپولیسی شدم. پاسای کریم باقری، سانتای مهدوی کیا، گلای علی دایی. تا حالا شده برای اینکه بخواید پس انداز بکنید طلا بخرید، اما نگران این باشید که این طلا از شما دزدیده میشه یا جای امنی برای نگهداریش ندارید؟ آخه میدونید از قدیم گفتن طلا رو باید زیر بالشت خودتون نگه دارید. حالا شما با اپلیکیشن میلی میتونید در تمام شبانه روز با خیال راحت بدون اجرت و مالیات فقط با 0.5% کارمزد طلایی بخرید که در خزانه امن بانکی براتون نگهداری میشه و هر وقتم که دلتون خواست میتونید در قالب شمش‌های 18 عیار این طلا رو دریافت بکنید و پیش خودتون نگه دارید. برای ثبت نام در اپلیکیشن میلی عدد 1 رو به 2018 پیامک بکنید
بین همه کسایی که تا قسمت 10 این برنامه اپلیکیشن میلی رو با کد معرف 1001 نصب میکنن قرعه کشی خواهد شد و یک شمش طلای 20 گرمی به یک نفر هدیه خواهیم داد. آفرین. هنوز تنظیم نشدیم با هم دیگه. گوش نمیکنه. نه تنظیم نشدیم. 6 تا برنامه است هنوز نتونستیم تنظیم بشیم که من اینجوری میکنم قچه. تنظیم با پایین. دست شما در یه سوال میپرسم بعد میخوام یه مسابقه با هم دیگه انجام بدیم که به نظرم مسابقه باحالیه. صمیمی‌ترین دوست استقلالیت کیه؟ مهرداد محمدی. مهرداد محمدی. صمیمی‌ترین دوست استقلالی شما کیه؟ خدا بیامرز ناصر حجازی. به به. آقای حجازی رو تشویق بکنید. بسیار عالی. شما چطور؟ من چند تا دارم. چند تا داریم؟ بله. بگین. سید مهدی رحمتیه، هم پژمان منتظری، هم خسرو ایدری. حالا بقیه هم همه دوستام هستن ولی خب ولی با اینا نزدیک‌ترین. شما چطور؟ منم تو استقلالیا با سید مهدی از همه نزدیک‌ترم. آره، سید مهدی رحمتی و مهدی امیرآبادی این دوتا رو بیشتر از همه رفاقت داریم. خیلی خوب، عالی شد. حالا من پا میشم تا با هم دیگه یک مسابقه رو انجام بدیم. میخوام براتون یه توضیح بدم. شما میشستیم ما بلند میشدیم. نه قربونت برم. نه دیگه من خیلی نشستم. همیشه بلند میشدم وای میشدم. آقا پاهامو گرفته خودت چجوری بلند شی؟ خب من میخوام یه بازی رو با هم دیگه انجام بدیم. من 10 تا شماره اینجا مینویسم و 10 تا فوروارد تیم پرسپولیس رو برای شما دونه دونه میخونم. شما به ترتیب اولویتتون توی این شماره ها به من میگین که کدوم رو بذارم. با هم به توافق برسین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. به نظرم خیلی جالب میشه. ما الان مشورت نکردیم. مشورت کنیم. من میپرسم از شما. من اسم میگم، شما به من میگین که کدوم شماره قرارش بدم. شما فوروارد هر اسمی رو که میگید یه جا باید بذارید. شما باید یه جا بذارید و جاش هم دیگه نمیتونین تغییر بدین. و نکته اینه که این فورواردها در طول تاریخ پرسپولیس بودن. میخوایم ببینیم که از نظر شما هر کدوم اینا کجا قرار میگیرن. عالیه؟ بریم. آقای محسن خلیلی. 10 ما خیلی فوتبال اونایی که قدیمی ترن شما تصمیم بگیرید. من آقا سید میگیم شما اگه قبول داشتین بفرمایید. 10 محسن کیایی خلیلی. ببخشید اشتباه شد. فرشاد پیوس. سروش 11 12 سال آقای گل پرسپولیس بود. آقای بس اینقدر شما تصمیم بگیرید. من میگم یعنی میرسه به 12 سالی مدام آقای گل. حالا باز خودت. نه همون 3 و 4 به نظر من 3 خوبه. 3 فرشاد پیوس 3 فرشاد پیوس 3 چون ایشون من آورد پرسپولیس. نه فرشاد پیوس 3 یعنی اول و دوم نیست. 3 فرشاد اول بذار خودمون تصمیم شانسمون رو نگه داریم اول و دوم. به فرشاد پیوس. با احترام با آقا فرشاد. هر جای زمین بهش توپ میدادی میکرد تو گل. خیلی خفن بود فرشاد پیوس. مهدی طارمی. بچه اجازه بدین خودشون فکر کنن. مهدی طارمی. آقا بهروز مهدی 2 مهدی طارمی. به نظر من 2 میتونه باشه. آره مهدی طارمی 2 مهدی طارمی. خیلی براش خوشحال شدم بازی میلان و اینا یه گل زد پاس گل داد، ولی خیلی خوشحال‌تر شدم دقیقه 80 خورده زدیم 3-2 بردیم میلان. خیلی خوب. آقای سفر ایران پاک. بازیشون رو ندیدیم اصلا. چیزه ولی شنیدم بچه‌ها خب ما نمیشناسیم اصلا. ولی خب بازیشون رو ندیدیم. جزء مهاجمایی بود که خیلی گل زده. بعد اون جزء 6 تایی هم بود که 2-3 تا گلش رو این زده تو اون بازی 6 تایی. سفر ایران پاک. ولی ما ندیدیم فوتبال. بچه اجازه بدین. چهار. ولی خب الان بازم آقای سفر ایران پاک. بسیار عالی.
آقای ادموند بزیک. ادموند بزیک. باز دوره شما بوده. ادموند واقعا خوب بوده ولی ببین ناصر محمدخانی رو الان داریم. بازم داری 7 و 8 به نظر. آره شون هم داریم. مهاجم نبود آخه هافبک. 7 و 8 خوبه. آره. حالا 7 و 8 شما بگید. شما باید بگیم بهت. خب من میگم خوب بوده. چند؟ 8 نفر بعدی آقای همایون بهزادی. نه خوب بود. همایون بهزادی 6. همایون بهزادی 6. بعدی آقای وحید هاشمیان. نو. شماره خودش هم 9 بوده. شماره خودش وحید. آقای علی علیپور. اینا دیگه پروندهش به اینا میخوره. 7. یه پروندهش به شما میخوره. آقای حسین کلانی. چند مورد دیگه داریم؟ 2 تا. 10 تاست دیگه. نه 2 تا دیگه داریم. 5. بذاریم 5. بله. آخری هم آقای علی دایی. آقا من بلند میشم دست میدم. 1. گرفته بود. خیلی ممنونم. پامم خوب شد. ناصر محمدخانی کجا قرار میگیره؟ همون ما دنبال آقای محمدخانی هم بودیم. ما میگفتیم آقا این اسما دیگه گفتم داره سخت میشه دیگه. ناصر محمدخانی نگفتیم، آقای محمدخانی هم که خب جزو خفنای فورواردای. خب این ترتیبو دوستان نگه دارن، حالا خودشون بعدا بهتون زنگ میزنن دیگه. مثلا وحید هاشمیان گوشی 9 حتما بهتون زنگ میزنه. میگه که داداش علی علیپور 7. حالا شما سر تمرین با علی علیپورم. علی علیپور فکر کنم الان 3مین گلزن پرسپولیس، درسته؟ از نظر تعداد گل. علی فکر می‌کنم دومی باشه اگه اشتباه نکنم. دوم یا سوم تو تاریخ لیگ برتر. تاریخ لیگ برتر یا دوم یا سوم. فکر می‌کنم 1-2 تا بزنه آقای پیوسو میگیره. پیوسو رد کرد. فکر کنم رد کرد. بله. ما اینجا یه شیرازی داریم که البته هم شیرازی هستی هم لوری دیگه، درسته؟ بله، لور استان فارس، بزرگ شده شیراز. ببین سروش، من عاشق شیرازیام، یعنی هر موقع رفتم شیراز کیف کردم. همیشه دنبال خوشگذرونی و لذت بردن و حال خوب و راحتی و همه اینا هستم. همیشه دنبال اینا بودم. تو دوست داری که وعده غذایی توش پروتئین باشه یا اینکه خوشمزه باشه یا اینکه هر دوش با هم دیگه باشه؟ قطعاً هر دوش. هر دوش با هم دیگه. ما یه دوست شیرازی داریم اینجا که یه پنیر لبنه دوژو درست کرده که همه اینا رو با هم دیگه داره. یعنی هم سالمه، هم کلسیوم داره، هم پروتئین داره. تازه کلسیومش 2 برابر بقیه پنیرهای دیگه است و مهمتر از همه اینه که خوشمزه است. رامک حامی مالی ماست. بچه‌های شهر. بله، بچه شهر، بچه شیرازه و میدونین که رامک یکی از بزرگترین شرکت‌های پروتئینی ایران، لبنیاتی ایرانه که همیشه محصولاتش مورد توجه مردم ها قرار گرفته. رامک دوست بزرگ و کوچک. خب میخوام سوال بپرسم، خنده‌دارترین، بزرگترین یا عجیبترین شایعه‌ای که در مورد خودت شنیدی چی بوده سروش؟ این آخریشو میگم که خیلی هم جالب بوده. هم دائم میگن اینکه سروش توی تصمیمات تیم دخالت داره. این دائم، یعنی هر اتفاقی توی تیم میفته، مخصوصا توی این 1 سال گذشته اینه و این فکر میکنم بذارید اینجوری بگم مسخره ترین چیزی که میتونه باشه که یک بازیکن بخواد توی یه مسائلی توی تیم تصمیم بگیره و اونم هر مسئله‌ای که میشه. سید شما چی؟ والا من فکر کنم همین روز معارفه آقا کریم بودش. اصلا من آقا کریم خیلی دوست دارم. بله.
اصلا یه دوست یه برادر خیلی خوبه و روز معارفش بود که گفتن سید جلال حضور نداره که یکی خیلی اذیتم کرد این شایعه و کسایی که حرفو زدن واقعا من فکر کنم آدمای خوبی نبود. بچهای بدی بود. بچهای بدی بودن. عکسی که پخش شد نبود آقا. دقیقاً یه دو سه نفر اونورتر وایساده. شما فکر کنم خیلی در مورد حاشیه وجود من حسین زمانی که میتی رفت استقلال سال بعدش یک سره برای من تیتر می‌زدن که رهبری فرد استقلال، رهبری فرد جلو در باشگاه استقلال، رهبری فرد و خیلی تو اون تایم برای من، حتی من الان روزنامه‌هاش هم دارم، هی تیتر درشت که همش شایعه بود چون من اصلا صحبتی هم نداشتم و نکرده بودم، ولی خیلی شایعه بود که من چون مهدی رفیقم بود به خاطر مهدی دارم میرم استقلال. مرتضی شما چی؟ من حقیقتا زیاد شایعه در مورد من ایجاد نشد. یه تایمی بود، یه بازی بود، نمیدونم یکی عقب بودیم که بعد بازی زدن مرتضی پورعلیگنجی با آقای یحیی، نمیدونم بحثش شده تو رختکن و فلان اینا که وسط نیمه من تعویض شدم که آقای یحیی اومد گفت به خاطر اینکه ما می‌خوایم از چپ حمله کنیم تاکتیکمون رو می‌خوایم تغییر بدیم، علی بیاد، علی نعمتی بیاد وسط چون چپ پایه میتونه قشنگ راه بیفته و اینا، که بعد بازی گفتن در بحث کردم با آقای یحیی، در صورتی که من همه میدونن که به هر حال تایمی که نفت تهران بود آقای یحیی یکی از کسایی بود که فوتبال منو زنده کرد دوباره، چون من 2 سال قبلش با آقای حسین فرکی فیکس بازی می‌کردم که آقای ابراهیم زاده اومد، من کمتر بازی می‌کردم که آقای یحیی اومد، اصلا من فوتبالم زنده شد و یه جورایی تو این چندین سالم همیشه حسن یه پدر فوتبالی برای من داشته که همین شایعش همین بود. می‌خوام یه مسابقه فوتبال بگی که از همه بیشتر بهت چسبیده، توش بازی کردی. 4-2 این فینال حذفی پارسال بود، 2 سال قبل دربی حذفی، اون بازی برای من واقعا یه بازی رویایی بود برای من واقعا. حالا بازیای همیشه بازیایی که با پرسپولیس قهرمان میشی خیلی، ولی اون بازی به خاطر حواشی که تو حین بازی داشت، قبل از بازی داشت، تو اون هفتهش بود، بعد ما لیگو برده بودیم و اینجوری نشون داده میشد که حقمون نبوده لیگو بریم. اون بازی واقعا یه هیجان خیلی خوبی داشت و اون خیلی تو ذهنمه چسبید بهت. خیلی چسبید خیلی. بعد توی وقت اضافه امید گل زد و خیلی حال داد. حالا قبلترش مثلا دقیقه 100 گل خورده بودیم. آفرین، دقیقاً دقیقه 199 بود که ما گل خوردیم. سه شما چی؟ من فینال آسیا بود دیگه، خیلی برام جذاب بود، مخصوصا اولیه که با کاشیما بودش زمان های برانکو، هم خود فیناله هم روزی که الصد رو بردیم که رفتیم فینال، یه استادیوم برای جب خیلی، من فکر کنم تا حالا همون بازی رفتش بود شما گل زدی نه؟ نه من بازی با دوهل گل زدم. دوهل گل زدی. دوهل بود بازی قبلش بودش بعد که خوردیم. من فکر کنم تا الان توی ایران همچین جبی نبوده. حالا میدونی یه زمانی خب قبلا واقعا یه جب خیلی خوب، من فکر کنم چند تا بازی آخر ما که همون دوهل بودش، هم الصد بود هم فینال، من فکر کنم هیچ وقت دیگه از اون به بعد یه همچین جبی ما توی استادیوم‌های ایران ندیدیم و خیلی خیلی خوب بودش. شما چی؟ کدوم بازی؟ یکم آب بخوری. من خب بازیه که با استقلال کردیم همش برای من جذاب. یه دونش که خیلی چسبیده. اون بازی دعواه دیگه خیلی خوب. من تو استادیوم بودم. به خدا میدونی همه چی داشت، دعوا، قرمز، نارنجی، زرد، همه. کدوم دعوا؟ اون امیر قلعونی راست میگه همش برای ما دعوا بوده. کدوم یه دوره همش دعوا بود. اون بازی که آقای قلعونی و ببین من همه دعوا بودم، خب الحمدلله همه رو بودم. اونی که مجتبی و با آقای قلعونی اونم بودم. اونو میگی یا اون یکی که چیز تاتار پرید روی سر آقای نوازی؟ نه اون سر خورد، بنده خودش نمی‌خواد، اون سر خورد، اومد بره سوا کنه، سر خورد، ولی یه ذره با شدت رفت سوا. شدت سواش خیلی زیاد بود، بنده رفت سوا کنه. کدوم بازی؟ خب اون 73 دیگه، اون 73 اصلا نمیدونه چه فوتبالی بود. شما چطور؟ والا یکی دو تا بازی بود که خب من بیرون از ایران که بازی می‌کردم همه میگفتن دربی خیلی
جوش وحشتناکه و خیلی استرس داره و اینا. تا قبل اینکه بیام تهران و حالا پرسپولیس اصلا میگفتم حالا یه بازیه دیگه، بازی میکنیم و به هر حال هر چی داریم و تو زمین میذاریم. اومدم تو پرسپولیس، جو پرسپولیس و هواداراشو دیدم، با تمام جاهایی که من داخلش بازی کردم، مثلا 6 تا تیمی که بازی کردم، اصلا آسمون تو زمین فرق میکنه. حتی مثلا تو تیم ملی هم 100,000 نفر اومدن تو ورزشگاه، جوش با جو هواداری پرسپولیس و بازی کردن در دربی فرق میکنه. یه بازی که همین فینال حذفی بود که ما دقیقه فکر کنم 118 گل زدیم، اصلا یه جو عجیب و غریبی بود. می‌خواستم از شوق اشک بریزم که دوربین روم بود، گفتم الان مثلا گریه کنم، همه میگن داره فیلم بازی میکنم فلان، خودمو کنترل کردم. یعنی اشک شوق واقعا زیاد بود و عشق کرده بودم باش. و بازی دومی که خیلی بهم چسبید بازی با ولز بود. بازی با ولز، روز به چشمی کل زندگیش 2 تا شوت زده و 2 تاش هم خدایی یه جوری زده که یکی بازی با ولز بود که اصلا ما هر چی میزدیم نمیرفت گل. دقیقه 90 فکر کنم 2-3 بود گل زد. نمیدونی چه جوی تو استادیوم بود. همه هم واسه روزبه خوشحال شده بودیم به خاطر یه سری شرایطا. این 2 تا واقعا لذت بخش بود. ممنونم، متشکرم. اومدم برای خوندن 10 تای سوم. اگر هر شب تو بازی شرکت بکنین میتونین عضو باشگاه هواداران بشین و در ماه قرعه کشی میشه و میتونین جایزه برنده بشین. میخونم عددو: 20 69 23 37 55 39 50 41 25 و آخرین عدد 49. میریم برمیگردیم برای 10 تا چهارم. دوربین، جام، تخت جمشید، طنز، استادیوم، صدا، ننه علی، کاپیتان، شماره 24، آزادی، کووید، پیروزی. میگن مرگ نقطه پایان ماجراست. پس این بار از آخر به اول بریم که پایان شیرینی داشته باشیم. 9 مهر 1394. هادی نوروزی، کاپیتان پرسپولیس، تو سن 30 سالگی بر اثر ایست قلبی از دنیا میره. قهرمانی فصل بعد برای بازیکن‌ها و هوادارهای پرسپولیس تبدیل میشه به صورتک اشک و لبخند. وقتی هانی به جای بابا جام رو میبره بالا، بغض بیخ گلوی طرفدارای رقیبم میگیره. اصلاً خصلت مرگ همینه، آدما رو به هم نزدیک میکنه. چند ماه بعد مهرداد میناوند وقتی داره میره سر خاک هادی، تو جاده شمال تصادف وحشتناکی میکنه، ولی عمرش به دنیا میمونه تا 5 سال بعد با رفیق قدیمیش علی انصاریان برن استودیو برای ضبط برنامه دربی. اما اون روز بعد از برد تیم محبوبشون، لبخند و اشک دوباره با هم میاد رو صورت هوادارا. 8 بهمن 1399 مهرداد میناوند از دنیا میره. 15 بهمن 1399 علی انصاریان. آبی و قرمز تو شوکن. تو کمتر از 1 هفته 2 تا فوتبالیست محبوب از دست رفتن. ولی خب چیکار میشه کرد؟ زندگی ادامه داره. همونطور که خانواده، فوتبال، دوستی، سینما و موسیقی. به قول حافظ شیرازی، هرگز نمیردان که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. هادی، مهرداد و علی رفتن، اما از اونا یادگارهایی به جا موند که حضورشون رو برای همیشه در ذهن ما زنده نگه می‌داره. گل، دعوا، طنز، یاغی، شماره 8، کارت زرد، جام،
اخراج شماره 25. ماشاءالله دمتون گرم دمتون گرم دمتون گرم. یه دست و جیغ برای خودتون یالله. جناب خان جان جناب خان چطوری؟ قربونت برم سلامت باشی. وسط این همه قرمز یه زرد. بله یه زرد صنعت نفت و برزیلی. اولا از تمام تماشاگران فهیم پرسپولیس تشکر میکنم که این لیدر قدیمی صنعت نفت قابل دونستین، تشویقش کردین. ماشاءالله دم همتون گرم. یه دست و جیغ برای خودتون یالا. آقا بهروز رهبری فرد جان آقا سید جلال، آقا مرتضی، آقا سروش، دمتون گرم. خیلی حال کردم امشب اینجا دیدمتون با خدا. ماشاءالله سلامت باشی. اما به عنوان یک لیدر قدیمی تقاضا میکنم از این 100 و چند نفری که اینجا نشستن این پیرمرد یاری کنن که ما هم یه لیدری بکنم که انرژیش برسه به آبادان خودمون و تیم برگرده ایشالله لیگ برتر. ما یه چیزی میخوام، شما که خیلی خوندین برای پرسپولیس، ما یه چیزی میخونم همه با هم جواب بدین. صنعت به میدان آمد. یلا توبه. شیران آمد، صنعت به میدان آمد. شیران آمد، صنعت به میدان آمد. برزیل ایران آمد، صنعت به میدان آمد. نفت آبادان آمد، صنعت به میدان آمد. زرد ایران آمد، صنعت به میدان آمد. وای آبادان برزیلت، آبادان برزیلت خوزستان. جناب خان وای آبادان وای خوزستان وای جناب خان. یالله یعنی وسط لونه حریف صنعت نفت تشویق کردم. تیمشونو تصاحب کردم وسط خونشون. صورت آورده دیانه دمت گرم. چقدر شما شکل پارسا پیروزفری، چه قشنگ. آفرین عین پارسایی. ما از در پناه تو طرفدار تو بودم. الکی دختره دادم به اون محمد منصوری. عین پارساست. نگاه کن صورت. آقا محسن عجب مهمونای درجه یکی داری. ما اینیم دیگه جناب خان. سلامت که غیر پرسپولیس همه تیم ملی هم بودن واقعا. بله. آقا بهروز چطوری؟ تو خوبی؟ قربونت برم. خیلی خاطرته میخوام. جناب خان جان دلم کلیات چایده؟ والا ما فکر میکردم چون کشیدی بالا گفتم شاید نه فکر میکردم چایده، بعد دیدم نه بیشتر زاییده. چون که 10 دقیقه یه بار باید برم. بهروز جان تمام بازیاتمو دنبال میکنم. چقدر خوش حس. چه با امسال هم فیلم داری تو جشنواره فجر یا نه؟ نه دادم پژمان بره. پژمان می وقتم داره دیگه. 18 تا فیلم فکر کنم داره تو جشنواره فجر. آره دیگه نمیخوابم اون شب. قربونت برم. میگم چیز سید جلال جان از ملوان بازیات دنبال میکردم. یه انزلیچی با غیرت بودی تا بعد پرسپولیس و اینا. یه مدتی هم فکر کنم الاهلی قطر بازی میکردی درسته؟ درسته. الاهلی بودی. بله یه سال. همون یه سال اتفاقا ما هم تو الوحشی بازی میکردم. آره الوحشی خیلی هم گاز میگرفتم. متاسفانه که صدر جدولم از زامبی بود اون موقع. از زامبی صدر جدول بود. بله. آقا مرتضی شما چطوری کوکا خوبی؟ علی تیتی بکرده آقا نینی بکرده. علی تیتی بکرده آخ مارجان نینی بکرده. جناب خانه عزیز من عذر میخوام مثل مرداد محمدی و میلاد محمدی خودمونی. بله اتفاقا اوت هم مثل همونا میندازه. تو
اوتم خیلی واردم، پشتک میزنم، بعد پشیمون میشم، بعد عادی میندازم. خسورت وسط و استرس جام جهانی ما بودیم چه کاری بود چرا کل جهان یه لحظه پاس شد، کل جهان سکوت کرد. خود چرا توی اوت انداختی؟ اصلا خیلی میگم هنوزم به خودت میگی مرتضی یا خودتو من صدا میکنم؟ نه دیگه ذره قربونت. یک کیپلا بعد ما هم بخوریم، کیپلا یک کیپلا کدوپلا بخوریم ما هم قشنگ کابوریا رو ساق مرزی کی جان ناپنبه جار نشوم به خاطر یار نشوی. سروش جان سروش جان مخلصیم جناب قاکو بی غذا ولا بچه شهر ماشاءالله بشتی هستی بالویی. یه دست برای بچه شیراز و جانم. جناب خان جناب خان یه مازندرانی داریم، یه شیرازی که رگش لوره داریم، بله، یه گیلانی داریم، بله، یه تهرانی هم داریم اینجا. یه تهرونی اصل هم داریم آقا بهروز خیلی عشقه به خدا. سرو شما کجا شیراز میشینین؟ کجا میشناسین؟ کدوم طرف ها بودین؟ ما حداقل فکر میکنم 10-12 قسمت شیراز نشستیم. خود بچه کجا شیراز هستی؟ بچه قالیشویی. ماشاءالله بچه قالیشویی. ای والله بچه. میگم یه مدت هم الخور بازی میکردی درسته؟ بله. الخور هم بخوری بود. جمع کردی دوباره برگشتی پرسپولیس و پورعلی گنجی هم فکر کنم بلژیک بود، یوپن درسته؟ یوپن بلژیک. ما حالا محسن گفتم امشو بیام اینا یه دوباره یه 2 تا 4 تایی بکنم، خب بلکه ببینم تو پاریس سن ژرمن این حفره پر میشه یا نه. یکی از این بچه‌ها رو ببری پاریس سن ژرمن به نظر من کار خوبی کردی. چون حفره دفاعی دارم الان کنار مارکینیوش خالیه، دست انریک. به نظرم اون حفره رو فقط بهروز میتونه پر کنه. مگه بهروز تو کار پر کردن حفره؟ بله. اینا رو فقط به من بگو. فقط به من. مرتضی جان یه لحظه قربونت میای؟ یک لحظه میای عزیز؟ مرتضی برو پیش. قربونت. سلامت باش. خیلی مخلصم. فدات شم. جناب خان خوبی؟ قربونت. مرتضی جان کوکا قربونت. گفتم تو تا اینجا کوبیدی اومدی، ما بالاخره اندازه وسع خودم یه چی کوچیکی آماده کردم، گفتم همراهت باشه به دردت میخوره. بفرمایید یک خدمت شما یک کادوی قربونت برم. باز همینجا بشین. همونجا بشین بازش کن. قربونت برم. ممنونم ازت. قربان شما. سلامت باش. چیه جناب خان؟ قربونت. این لکه بره. گفتم احیانا اگر دوباره مسیرت خورد استرالیا، دوباره با عراق بازی داشتی، گل زدی، رفتی تو بغل تماشاچیا، یه لکه قرمزی افتاد رو لباست بتونی پاکش کنی. اینا فیلمش هست. ممنونم. فیلمش هست. از خودم در نمیارم. اینا فیلمش مرتضی فیلمش. به توی دروازه این لحظه که گل زدی مرتضی پورعلی گنجی ستاره امروز تیم ایران 2 عراق 2 ما یه بار دیگه به بازی برگشتیم. این لباسه جا پاک نمیشه. بله نمیدونم چی شد، یه لکه افتاد رو لباست. آره اینا این لکه تو این صحنه کامل معلومه. این داشته باش که اگه دوباره لکه دار شد دست درد نکنه. ممنونم ازت. قربونت برم. خیلی ممنونم جناب خان. دست درد نکنه. قربونه. آقا بهروز بیو. آقا بهروز بیو. آقا بهروز بیو. آقا بهروز بیو. گندشه در آوردیم. آقای پیروزفر ببخشید. بشین پیش پارسا پیروزفر. بله بشین پیش پارسا. سلامت باشی. چطوری؟ قربونه. خوبی؟ فدا یه بوس اول قربونه.
به به اصلا دیگه صفای تهرونه داره با خدا. آره به خدا. سلامم. چه خبر؟ بهروز جان قربونت، ما یه چیزی آماده کردم. اگر دوباره با علی آقا پروین بحثت شد قهر کردی دیگه بچه ها نخوان آماده کن. ما اینجا گل شیرنی آماده کردم. جناب خان جناب خان جناب خان علی آقا انقدر من بشینیدم دیابتش رو 1000. الان اینو بدم دیگه باز نمیشه. خیلی دیگه 100 بار قهر میکرد، هر بار میرفت بچه‌ها گل و شیرینی آماده که اینا برن روبوسی کنن دوباره. آره دستت در نکنه. علی آقا اتفاقا فردا منتظر بود چون گفت اینجا نرو اگه بری اخراجی. الان اومدم اینجا اخراجی. آره تو نیمکت هم خیلی با واژه‌های مهربانانه خیلی پندهای آموزنده اینا خیلی بهمون میداد. خیلی پندهای زیبا و آموزنده میدادن. ما هم اونا رو سلوحه کارمون قرار میدادیم. خیلی آفرین. دست شما در نکنه. آقا بهروز برو. آقا بهروز اینو ببرم. بله ما شما. بله مرسی. بیا بهروزم بیا. میگم فقط بهروز جان تا اونجایی چیکار کنم؟ همون گل شیرینی بده بغلی. به کدوم بغلی؟ بغلی. 2 تا بغلی دارم. چون که 8 دی 1402 یه تصویر داری اونجا الان میفته. نگاه کن صبر کن. جناب خان دادم. ببین بله بفرما. اون نازت بخرم اینا بوده. اصل جریان ای بوده. اون نازی که میخریده اینجا بوده تاثیرش. صورت سروش جان تو شیراز با حسین دیدما هم کار کردی؟ آفرین. بله. مربی بود جدی؟ بله. اون موقع تو فجر مربیگری میکرد نه؟ آقای تو فجر بود دیگه. آره تو فجر سپاسی هم بازی کردی دیگه. من فجر سپاسی هم بودم ولی آقای دیدما تیم منتخب فارس من باشون کار کردم. این اون موقع مربی فکر کنم تیم جوانان فجر و اینا بود. دوست قدیمی ما بهنام ارشدی از فوتبالیستای گنده شیراز اون موقع شاگردش بود. بعد بهنام زانوش خراب شد. یه دست بره بهنام که به چه آبادان هم هست. عالی شد جناب خان. جان دلم. عالی شد. و محسن جان ما نمیتونم این همه پیرن قرمز ببینم، این حال پرسپولیس ببینم. میدونم شما چیزای پخش کردین. یادی نکنم از هادی نوروزی، میناوند، انصاریان. بخصوص این میناوند و انصاریان ما خیلی رفاقت داشتم باشون. خب سر این کرونای لعنتی واقعا خون به جیگر ما شد سر این 2 تا پسر. پایه این یه چیزی بخونیم که اصلاً هم غمگین نباشه که شادیش برسه به روح مرداد میناوند و انصاریان. پایه این هلری شاش بلند خندون علی انصاریانه، از بس که دلش نرمه اون عشق مامانه، ته مردونگی و غیرت علی انصاریانه، عزیز دل یک ملت علی انصاریانه، او عشق قرمزای علی انصاریانه، او عشق آبیای علی انصاریانه، کابوس ادعای علی انصاریانه، وای والا علی مای علی انصاریانه، وای او عشق قرمزای علی انصاریانه، وای او عشق آبیای علی انصاریانه، وای کابوس ادعای علی انصاریانه. دلم که انشالله روی چاد باشه و یکی شعر با عشق تقدیم به مرداد عزیزم که چقدر دوستش داشتم و چقدر خوش چهره بودی پسر. جونم آقا مرداد میناوند و جونم آقا مرداد، وای خدا تو نه به ما داد میناوند، با 4 تا گل ملی میناوند، تو قلبمونی خیلی میناوند، دل ما شده تنگت میناوند، عشقم 3 دقیقه شنگت میناوند، وای بره ایران یه گنجی میناوند، آخ شماره 25 میناوند، جونم آقا مرداد میناوند، خدا تو نه به ما داد میناوند، با 4 تا گل ملی میناوند، وای تو قلبمونی خیلی میناوند،
گنجی میناوند. ای خدا یه فاتحه‌ای هم تو دلتون بخونید که شادیش برسه به میناوند و نوروزی و علی انصاریان. یا الله دمتون گرم، دلتون گرم. جناب خان جان یه دونه بازیکن اگر از جنوب برای ما میخوای بگی، از خوزستان میخوای بگی که خفن ترین بازیکن جنوب بوده، که تو صنعت نفتی هستی دیگه. بله این همه الان ما در مورد پرسپولیس و بازیکناش حرف زدیم، یه دونه بازیکنشون رو به ما بگو. ما به نام سراج، بداوی، بعد ابو تامی که واقعا رو دستش نیست. نه ما دیدم این اواخر مثلا ابو صحبت میکنه یه تعدادی که ندیدن بازیاشه میخندن یا نمیدونم ایموجی خنده میذارن. تو همین بازی چند روز پیش دیدی چه گلی عروس سر دروازه‌بان انداخت؟ آره این تکنیک خوزستانیه. ابو وقتی حرف میزنه کوکا جدی بگیرینش. آره بفهمین که این بازی کنه. اما ما اگر یک انتخاب داشته باشم بازیکن حیف شده تاریخ فوتبال ایران، مجاهد خزیراوی انتخاب میکنم که این پسر حقش بود تو بارسا بازی کنه. به جان خودم چقدر بچه تو این شهرستان ها استعداد داشتن، سر این دلالی ها و بین این تیما و زیرگروه و اینا این بچه ها نابود شدن. به خدا برین از یه راه دیگه پول در بیارین، پاتون بکشین بیرون این فوتبال. بابا این بچه ها تو زمین خاکی آرزوهایی دارن، ول کنین. جناب خان جان پاریس سن ژرمن و اینا تو فرانسه و تو لیگ لشامپیونه بله اونجا که دلال بازی اینا نیستش، تو اونجا داری مدیریت میکنی؟ نه دلال بازی بود که قیچیش کردم. خودت؟ با خود ناصر الخلیفی صحبت کردم، با شریکش یوسف العویدلی. خب اینا همه بچهای مدیریتی مونن دیگه. لوئیس انریک هم خود اخلاقایی داره. مثلا این نامزد اشرف حکیمی خیلی تیم اذیت میکنه. می اومد هی وای میساد کنار رو زمین هی میگو اشرف دلم برات قشرف. که خب این فضای تیم به هم میریزه، نباید بشه. یا مثلا خود عثمان دمبله، این خیلی بازیکن خوبیه اما یکم تنبله، خب باید درست بازی کنه. یا مثلا کیمپمبه خیلی صدای پنبه‌ای داره، این بهتر بود آواز ادامه میداد، خیلی برای فوتبال خوب نیست. اینا رو دارم مدیریت میکنم الان. یک توکچه تو خودم دارم بره خودم. خیلی خوب چرا هیجانی شدی؟ خیلی خوب میدونم تو خودم میدونم دارم کار میکنم. چیکارم داری؟ بفرما. من کاری ندارم. چی بفرما صورت. خب اگه که کاری نداری میخوایم که حرف آخر رو بزنیم با بچه ها و ازشون خداحافظی بکنیم. نه باعث افتخار بود به عنوان یک لیدر صنعت نفت بین طرفداران پرسپولیس و بازیکنان پرسپولیس، به افتخار طرفداران فهیم تیم بزرگ پرسپولیس تهران یه دست بلند. جناب خان هر جای وسط هر طرفداری نمیتونی اینقدر راحت بری بشینی و باید کاری نداشته باشن. اتفاقا قشنگیش همیه. به خدا ما الان فوتبال اروپایی میبینم عشق میکنم، میبینم طرفدار بارسا نشسته کنار طرفدار رئال، با هم کنار هم خوشحالن، هیچ دعوایی هم نمیشه. بایر مونیخ نشسته کنار دورتموند، هیچ دعوایی هم نمیشه. بله. خانم ها کنار آقایون نشستن. اینا خیلی خوبه ما یاد بگیریم، جذابه صورت. خیلی خوب، من میخوام یک هدیه یا یه یادگاری ناقابلی داریم که پایان هر برنامه به مهمونامون میدیم و این یک آینه است، چیز خیلی عجیبی نیست، که روش نوشته 1001 برنامه برای همه مردم ایران. اما یه تفاوتی با بقیه آینه ها داره و اونم اینه که اینجا یه بارکدی داره که وقتی ما این بارکد رو با موبایلمون، شما هر لحظه و هر موقعی این بارکد رو بازش بکنید این اتفاق میفته.
بله. هر موقعی که شما بخواین میتونید این صدا رو با موبایلتون گوش بکنید و داشته باشید برای خودتون. اینو به نمایندگی من یه دونه رو میدم به آقا بهروز و ایشالله به شما هم هدیه خدمت شما. مرسی، دستتون شما متشکرم. تشویق کنین دوستانمون رو. خیلی ممنونم آقا سید، خیلی متشکرم. خیلی خوشحال شدم. خیلی خوشحال شدم که عزیز دلمین. قربونت بهروز جان، خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. تشویق کنید که این 4 تا قهرمان ما از اون ور میتونید تشریف ببریم. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون. قربون شما. مرسی. جناب خان خداحافظ. جناب خان خداحافظ. بسیار عالی. 10 تای 4م براتون میخونم. داره برنده ها مشخص میشه. 70 73 1 35 62 15 54 61 24 و آخرین عدد 77. میریم برمیگردیم. 10 تای آخرم براتون میخونم. گردن رو گرفتم 66 تومن. 6 ساعتم تو راه بودم. 6 تا هم ساندویچ به عشق پرسپولیس گرفتم. اگه خدا بخواد 6 تا هم گل میزنیم امروز. بهترین شماره 6 کریم باقری عزیز. چند نفری اومدین اینجا؟ 6 نفری. فکر میکنی از سال 97 تا الان پرسپولیس چند بار قهرمان شده؟ 66 بار. چند سال طرفدار پرسپولیسی؟ 6 سال. بالای 26 سال. 6 شهیت. قیمت پرچم‌ها رو به ما میگی بی زحمت؟ اینا رو دارم 60 تومن، اونا 60 تومن، 66 تومن، کلام هم 300 تومنه. ولی باید 2 تا بخری دیگه، یه دونه نمیدم. 2 تا بخر 600 بره. از کدوم شهر اومدی؟ از اصفهان. چند ساعت راه از اصفهان تا اینجا؟ والا از اصفهان تقریبا 4-5 ساعت راهه، ولی خب ما به عشق پرسپولیس و اون شیشه معروفمون همیشه 6 ساعت راه، 1 ساعت هم سعی می‌کنیم 6 ساعت بگه. یه جمله اگه بخوای درباره پرسپولیس بگی. زیباترین عشق جهان. تمام. تو اپلیکیشن این اوج دلهوره 10 تای آخر رو براتون میخونم. 100 میلیون ببینیم کی برنده میشه. 68 12 31 65 67 80 13 78 56 و آخرین عدد 28. امیدوارم شما برنده شده باشید.
اوف زدم قطع شد آخر برنامه. خیلی با هم کیف کردیم. یه برنامه پرسپولیسی قرمز رو با هم دیگه ازش عبور کردیم. خاطره شد برای هممون، میمونه تو ذهنمون. 1001 دلیل وجود داره که ما طرفدار یه تیم باشیم و 1001 دلیل وجود داره که یاد بگیریم طرفدارهای خیلی خیلی خوبی باشیم. در شرایط کنونی و در همه ماها مشکل داریم، همه سختی میکشیم و همه اتفاقات رو میدونیم، اما هنوز طرف داریم. تیممون میبازه باز طرف داریم، تیممون میبره باز طرف داریم، میریم تو استادیوم در سرما و در گرما باز طرف داریم. این طرفداری خیلی قشنگ و زیباه. امیدوارم که خود تیم ها هم به طرفداراشون احترام بذارن و براشون ارزش قائل بشن و کمک بکنن که سربلند باشن. ما در این شرایط داریم تلاش میکنیم 1 ساعت 1 ساعت و نیم حال دل مردم رو خوب بکنیم، هم شما هم بچه ها و آدم هایی که توی خونه هستن. امیدوارم که توان این کار رو داشته باشیم و امیدوارم که خدا این قدرت ما بده که ادامه بدیم. بسیار خوب، میخوایم با یک انرژی خوب با بیننده های توی خونه خداحافظی کنیم. لطفاً بیستین.